نقول بتوفیق الله، ما با توفیق الله تعالی این سخن را میگوییم. این آداب است. چنین میگوییم که اولین عقیده را باید بیان کردن. ان الله واحد لا شریک له، الله تعالی یگانه هست، شریکی ندارد. نه در ربوبیت شریک دارد، الله تعالی در کارها شریک ندارد، در ملک شریک ندارد. الله تعالی آسمان ها و زمین ها و تمام مخلوقات و موجوداتی که بین زمین و آسمان ها و در آنها هست، همه آن را بی یگان مشاور، بی یگان یاری دهنده خودش تنها ساخت. خودش تنها همه چیز را آفرید و اینچنین در کارهاش هم الله تعالی یگانه هست. کاری که الله تعالی میکند کسی نمیتواند اون کار را کرده. الله تعالی یگانه هست. ان الله واحد لا شریک له، الله تعالی یگانه شریک نداره. اینچنین باید در عبادت هم همین خیلی باشد. خیلی که حافظ ابن کثیر گفتن که الخالق لهذه الاشیاء والمستحق للعباده، آن خالقی که آن آفریدگاری که این مخلوقات عظیم را مانند آسمان و آفتاب و ماهتاب و ستارگان و زمین و انسان و این مخلوقات عظیم، کوههای و آب و دریاهای و موجودات و درختها را آفریده است. هو المستحق للعباده، او است سزاواری پرستش، سزاواری بندگی. نخواهی از سنگ را عبادت کنید، این سنگ الله تعالی آفریده است. و در قرآن کریم میگه از سنگ هایی است که از ترس الله تعالی از بلندی می افتد، از ترس الله تعالی دو کفال میشه، از بینش آب می براید. اینا هم مخلوق الله تعالی هستند. نخواد یک غار را عبادت کند انسان، نخواد یک لای را عبادت کند. بت‌ها را از چوب می ساختند، از سنگ می تراشیدند یا از چوب می تراشیدند، یا در زمان ما امروز از دیگر موادهای نو می سازند، از پلاسماس و از این چیزها. خودشان می سازند، خودشان نام می مانند، با خودشان پرستش می کنند. و ما اهل سنت و الجماعت عقیده ما چنین است که میگیم که ان الله واحد، الله تعالی یگانه هست، شریکی ندارد. این چنین در نامهاش و در صفاتهایش. الله تعالی صفاتهایی دارد که یگان شریک ندارد در اون صفاتها. مثلا الله تعالی ما رو میبیند، اگرچه او در بالای عرش است، در بالای 7 قبض آسمان است، ما در داخل خانه چی کار میکنیم؟ الله تعالی ما رو میبیند. ما هم میبینیم ولی دیدن ما محدود هست، مانند دیدن الله تعالی نیست. ما فقط همین جا رو میبینیم. همین هم به خواست الله تعالی تا آن روزی که الله تعالی این چشم را برای ما داده است. ما همین یک محدود جایها را میشنویم. الله تعالی اون چیزی که در قلب ها هست میشنود. الله تعالی زیر زمین را میبیند، بالای آسمان را میبیند، قلب انسان را میبیند، همه چیز را میبیند. خلاصه ما در مسئله توحید چنین میگوییم: ان الله واحد لا شریک له، الله تعالی یگانه شریک ندارد. و این معنای لا اله الا الله است. لا اله الا الله یعنی ان الله واحد، الله تعالی یگانه شریک ندارد. لا اله یعنی شریک ندارد، الا الله یگانه او باید سزاواری پرستش است. این همین لا اله الا الله خلاصه دعوتی تمام پیغمبرها هست. 124,000 پیغمبر، 315 رسول، طبق حدیثی که در مستدرک آمده است. همین قدر پیغمبرها بودند. خلاصه دینی پیغمبرها این بود که لا اله الا الله بود، غیر الله تعالی دیگه معبودی بر حق نیست. مردم را به همین دعوت میکردند. ولا شیء مثله، مثل الله تعالی چیزی نیست و این چیزی معروف است. یگان چیز مثل الله تعالی نیست. و این رد به آنهایی که گفتن که عیسی فرزند الله است یا فرشته ها دختران الله است، نعوذ بالله، یا اینکه عزیر پسر الله است، گفتن ولا شیء مثله. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که فاطمه بضعه منی، فاطمه جزء من است، من اغضبها اغضبنی، فاطمه را کسی به غضب آورد و مرا به غضب آورد، فاطمه هم برده گوشت من است. ولا شیء مثله. اگر ما گوییم که عیسی پسر الله است، گوییم نعوذ بالله مانند سخنی نصرانی ها بسیار منکری عظیم هست. الله تعالی پاک است از همسر و از فرزند. الله تعالی حاجت به فرزند ندارد. الله تعالی یگانه است، شریکی ندارد. در این حالت به الله تعالی هم مثل اثبات کرده،
چون که فرزند انسان مثل انسان است. فاطمه این یک برده گوشتی من است، من است، من اغضبها اغضبنی. کسی که فاطمه رو به غضب آورد مرا به غضب آورد است. فرزندی بنابراین زکات داده نمیشه، انسان به فرزندش نمیده. برای چی؟ برای اینکه وقتی که به فرزندش زکات میده گویا که به خودش داده است. و این به پدرش هم داده نمیتونه، چون که پدر انسان اصل انسان است. ولا شیء مثله، چیزی مثل الله تعالی نیست. ولا شیء یعجزه، الله تعالی رو چیزی و کسی نیست که عاجز کنه، ناتوان کنه. به الله تعالی یگان التمات میماند که الله تعالی از اجرای آن کار ناعهده برا باشد، نعوذ بالله. ولا شیء یعجزه، الله تعالی رو یگان کاری نیست که ناتوان کنه. الله تعالی گفت که من از عهده این کار نمیبرایم، بلکه الله تعالی به همه کار قادر است. ولا اله غیره، غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست. قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. مصنف رحمت الله علیه گفتن که قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. الله تعالی قدیم است به ابتدا گفتن، یعنی سرشوی ندارد. الله تعالی از ازل هست، ابتدا ندارد. اصلا کلمه قدیم این از نامهای الله تعالی نیست. الله سبحانه و تعالی میگه که ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله تعالی نامهای زیبا دارد، شما با آن نامها الله تعالی رو دعا کنید. قدیم از جمله نامهای الله تعالی نیست، ولی باب اخبار وسیع‌تر از باب اسما و صفات است. باب خبر دادن. مثلا الله تعالی چیز هست، الله تعالی چیزی است که گوید جمله درست است، لیکن چیز نام الله تعالی نیست، چون که این چیز زیبا هم نیست. نامهای الله تعالی زیبا هست و هم وصف ها هست، وصف الله هست در آن نام، دارای صفت است. قدیم معناش چیزی کهنه. قدیم گفته کهنه میگوید، یعنی مثلا گوییم که این لباس کهنه من گوییم اینش لباسی نو گوید، حالا که کهنه اینجا صفتی خوب ندارد، کهنه شد. بنابراین قدیم نام الله تعالی نیست، ولی مصنف اینجا فقط من باب خبر داده ایستاده. بنابراین جمله بلا انتها بلا ابتدا این گفتگیشان اگر قدیم خودش میگفتن غلط حساب میشد. و مصنف اینجا قدیم نام از نامهای الله تعالی نگفتیم. همچون من باب خبر، مثلا الله تعالی موجود است، من باب خبر یعنی خبر میدهیم برای مردم که الله تعالی موجود است. لیکن موجود نام الله تعالی نیست، نامهای زیبای الله تعالی موجود نیست. همچون خبر دادن از الله تعالی گفتن ممکن است که الله تعالی موجود است. این چیز یگان معنای زیبایی ندارد. کل شیء هالک، الله تعالی گفت که تمام چیز نیست و نابود میشد غیر الله تعالی. خودش هم به چیز در آمد. اگر الله تعالی به چیز نمی در آمد حاجت خودش برآوردن نبود، همه چیز هلاک میشد غیر الله گفت. این دلالت میکند که الله هم به زیر کلمه چیز می در آید. لیکن چیز نه نام زیبا هست و نه صفت الله تعالی هست، فقط من باب خبر ممکن است. بنابراین علمای عقیده میگن که باب الخبری اوسع من باب الاسماء و الصفات. باب خبر وسیع‌تر از باب اسما و صفات. این باب خبر ممکن است. قدیم بلا ابتدا، الله تعالی قدیم هست یعنی از ازل هست. ازل حالی وقت نبود. وقت کی پیدا شد؟ وقتی که الله تعالی آسمان را آفرید و به آسمان ماهتاب و آفتاب را آفرید و شب و روز را آفرید. وقتی که آفتاب که طلوع میکند روز پیدا میشد، آفتاب که غروب کرد شب پیدا میشد. وقتی که الله تعالی آفتاب و ماهتاب را بعد خلق آسمان ها آفرید وقت پیدا شد. و الله تعالی از ازل هست، معناش این است که حالا وقت نبود و چیزی نبود، الله تعالی بود. بنابراین الله تعالی
خود را با کلمه قدیم وصف نکرده است در قرآن، بلکه با کلمه اول وصف کرده است. هو الاول والآخر. در سوره حدید الله تعالی میگه که الله تعالی اول است و آخر است. اول است، خیلی قیروانی میگه که لیس لاولیته ابتداء و لیس لاخریته انتهاء. اولیتش ابتدا ندارد، آخریتش انتها ندارد. الله تعالی آخر ندارد. الله تعالی اول است و آخر است. این نام های زیبای الله تعالی است، اول و آخر. مصنف رحمت الله علیه کلمه قدیم و دائم گفتن اینجا فقط من باب خبر است. قدیم بلا ابتدا، این الله تعالی از قدیم هست به ابتدا، سرشوی ندارد. دائم بلا انتها، الله تعالی دائمی هست، انتها ندارد، تمام شوی ندارد. آسمان های و زمین ها نبود، پیدا شد و روزی از بین می رود، نیست و نابود می شد. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. روزی است که آسمان ها و زمین ها به غیر این آسمان و زمین ها تبدیل داده می شد. اینا از بین می رود و هر یک مخلوق فنا دارد. کل شیء فان، کل شیء هالک. هر چیز هلاک می شود. کل من علیها فان. هر چیزی که در روی زمین است فنا شوی دارد، نیست و نابود شوی دارد، غیر الله تعالی. در این جمله درباره اولیت الله تعالی و آخریت الله تعالی عقیده اهل سنت و الجماعت را بیان کردن که الله تعالی از ازل بود و دائما هست. بعد از آن همین عباره رو با تفسیر کردن. لا یفنى ولا یبید. الله تعالی نیست و نابود نمیشد. فنا و لا یفنى ولا یبید به یک معنا هست. لا یفنى ولا یبید، الله تعالی نیست و نابود نمیشد. کل شیء هالک الا وجهه در سوره قصص. همه چیز هلاک شونده هست، نیست و نابود شونده است غیر الله تعالی. کل من علیها فان. هر کسی که هر چیزی که در روی زمین است فانی می شود، نیست و نابود می شود. و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. فقط روی پروردگارت، یعنی مراد الله تعالی که صاحب جلالت و اکرام است، او باقی میماند. در سوره رحمان.